چه از سرش نماز کنش. معاونان شیطان را بشناسید. اینها کسانی هستند که با چنین نواروهایشان در جامعه بی‌حیایی را پهن میکنند. کنی غیرت مردی و مسلمانیتان، کنی شرم و حیای شما، نخواد که عزت و شهامت یک زن مسلمان به درجه پس شده باشد که در پوبلیک بنان در دهان گیرد. نخواد مردان این امت به درجه بی‌غیرت شده باشند که یک زنی بیگانه را در دستش بنان تیند و بنانهوری او را نوالبرداری کنند. ای بی‌غیرت، یگان مرد بیگانه خواهر یا زن تا بنان تیه و نوالبرداریش کند میفورد. همین زن یگان صاحب درک نداشته باشد. کنی مردان خانواده شما مگر مردهای شما مردگیان یا غیرت و ناموسشان را از دست دادگیان تا تو را از این خل بی‌حیایی باز دارند. با این بی‌غیرت ببینید چی میگه. چرا از سرش نیو از کنش سر کردین؟ ای خاک بر سر تواری مرد بی‌غیرت. با میبینیم که صاف بی‌غیرتا همینا را دستگیری میکنن. پناه به خدا. بلاگرهایی که همین خیل برنامه ها تشکیل میکنه، زنهایی که در همین خیل برنامه های شیطانی اشتراک میکنه، از الله بترسید. او دارید کنن این خیل نوارهای حرام تونه. اگر نکردین انتظاری عذاب الله باشین که دیر یا زود بر سرتان میآید. کسانی که همین خیل نوارها را دستگیری میکنن و پهن میکنن یا در کانال های همین خیل بلاگرها آبونه میشوند، همه اشان در گناه شریک هستند. عاقبت این کارهای شما خیلی خطرناک است. از الله بترسید.